در این درس میکرون، سی بمول، یه موقعهایی لا کرون خواهیم داشت و یه جاهایی هم سی کرون میشه. کوک دو سول ره، سی اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. بم لا دو لا دو لا دو لا ره دو سی لا سول سول لا سول دو لا کرون شد. دو لا بکار لا دو لا کرون لا سول لا سول سول راست شب راست 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 ره لا سول لا بکاره لا کرون میشه لا سول سول راست شب راست 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 ره لا سول لا بکار لا سول سول لا کرون بود. بم دو دو ری می فا دو اسیم زد رم اسیم زد می و فا و سول سیم اول دو دو ری می فا راست شب راست 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 سول فا می فا می فا می ره می ره راست شب راست راست ریز راست شب راست راست ریز ره ره سول سول ره. دوم میاد روی دو، یه اشاره میخوایم به اوج بکنیم اشاق دو سره ره سی کرون میشه لا فا اسیم زد فا سول لا سی لا به سی یک یک میاد پایین را شب راست 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 دو سره ره لا. دوم روی دو هست میگیم دو ستوره، همچنان به اشاره به سی کرون کرد. انگشت اول اومد رو دو می ره ره دو دو سی راست شب راست شب راست شب لا سی لا سول لا. انگشت اول میاد رو فا فا سولا 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 سول فا می ره سول فا سول ره اسیم زرد اومد فا سول فا می ره دو سی دو ره می سول ره راست شب راست 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 راست